سلام. قبل از شروع این داستان فقط یه چیزو بگم. هرچی میشنوی واقعا اتفاق افتاده و من هنوز نمیدونم واقعا چی پشت اون دیوار بود. همه چیز از شبی شروع شد که تازه به خونه جدیدم نقل مکان کرده بودم. خونه قدیمی با دیوارهای ضخیم و یک سالن باریک که همیشه باد توش زوزه میکشید. اما اون شب چیزی شنیدم که هیچ وقت فراموش نمی کنم. ساعت حدود 2 شب بود. روی مبل نشسته بودم و داشتم کارتون ها رو باز می کردم که یکهو 3 ضربه آروم از داخل دیوار اومد. تپ تپ تپ. اول فکر کردم توهم زدم، اما چند ثانیه بعد دوباره تکرار شد. این بار محکمتر. تپ تپ تپ. من یخ زده بودم. نفسهام تند شده بود. سعی کردم منطقی فکر کنم. شاید لوله ها هستن. شاید موش. اما نه، صدا شبیه ضربه های انسانی بود. رفتم سمت دیوار. گوشمو چسبوندم بهش. هیچی نبود. اما درست وقتی داشتم دور می شدم یک صدای زمزمه شنیدم. خیلی آهسته. انگار کسی پشت دیوار داشت تلاش می کرد اسم منو بگه. یک صدای خشدار. علی. من حتی به کسی نگفته بودم اسمم چیه. قلبم داشت از سینم بیرون میزد. چراغ‌ها رو روشن کردم و تصمیم گرفتم از خونه بزنم بیرون. اما قبل از اینکه کلیدا رو بردارم یک صدای بلند از پشت دیوار اومد. انگار کسی با مشت محکم میکوبید. تق تق تق. دیگه طاقت نداشتم. از خونه زدم بیرون و تا دم خیابون دویدم. نفس می زدم و حتی پاهام می لرزید. فردا صبح با صاحبخونه تماس گرفتم. وقتی برایش توضیح دادم سکوت کرد. بعد خیلی آروم گفت تو اولین کسی نیستی که این صدا رو میشنوه. گفتم یعنی چی؟ گفت این خونه رو قبل از تو یه زوج جوون گرفته بودن، ولی بعد از چند ماه دختره ناپدید شد. پسرش میگفت شبها از داخل دیوار صدا میشنوه، اما کسی حرفشو باور نمیکرد. پرسیدم تا الان تکلیف چیست؟ گفت ما دیوارها رو شکافتیم ولی چیزی پیدا نکردیم. اما پلیس یه چیز جالب گفت. وقتی این خونه ساخته شده یک اتاق کوچیک پشت بعضی از دیوارها بوده، ولی بعداً کاملاً پر شده. من خشکم زد. پرسیدم یعنی ممکنه کسی اونجا گیر افتاده بوده؟ صاحب خونه فقط گفت هیچ کس نمیدونه، اما هر کی به این خونه میاد بعد از مدتی اسم خودش رو از پشت دیوار میشنوه. وقتی تلفن قطع شد تصمیم گرفتم از اونجا برم، اما هنوز یک چیز اذیتم میکنه. اون شب که داشتم وسایلم رو جمع میکردم، قبل از اینکه خونه رو ترک کنم آخرین ضربه رو شنیدم. یک ضربه محکم و بعد صدای کسی که آهسته گفت نرو. من همون لحظه فرار کردم و تا امروز هر وقت از جلوی اون خونه رد میشم هنوز فکر میکنم پشت اون دیوار کسی منتظر مونده. ممنونم که تا آخر این داستان با من بودین. جهت شنیدن داستانهای بعدی سابسکرایب یادتون نره. تا داستانهای بعدی به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار.